آورد که آنها از شما بهترند. درست؟ فَإِنْ یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. یعنی اگر اینان، عربها این منظور، به قرآن کافر شوند، همانا ما، یعنی خدا میفرماید کسانی را خواهیم گمارید آورد که قدری اسلام و قرآن را بدانند و به آن مؤمن باشند. و واقعیتی تاریخ هم همین است. بیشترین نیکوترین خدمت اسلام به این مردمی همین فارسی زبان انجام دادن. ما اینا نه به خاطر اینکه چون ایرانی و فارسی زبان و تاجیک هستیم میگوییم، واقعیت تاریخی همین است. دین اسلام از سرزمین حجاز عربستان ظهور کرد، اما دیگر گسترش و ترویج و شکوفاییش به دست غیر عرب ها انجام گرفت. این همه اعتراف دارند. یا در آیتی هست که فَإِن تَتَوَلَّوْا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اگر شما به قرآن پشت کنید، گروه دیگر جای شما را خواهند گرفت که مانند شما نباشند، یعنی بهتر از شما باشند. از همه این مطلب مهم این که یک نفر گفت که خب ادعا میکنند اینها که دین اسلام برای ما بیگانه است، اجنبی است. ما گفتیم که نه، اسلام چنین نیست. بعد دلیل اینها این است که خب اگر این اسلام جهانی است، نگاه کنید، یعنی بیشترین ادعای اینها این است، اگر جهانی باشد، برای همه باشد، چرا بر یک شخصی که عرب است مثلا این قرآن فرود آمد؟ چرا با زبان عربی نازل شد؟ چرا مثلا با زبان ایرانی مثلا قرآن نازل نشد؟ اشکال مطرح میکنند. پاسخ این که اولا خب نگاه کنید، این اشکالی بی معناست و بی پایه است. بالاخره خدا اگر بخواهد برای این هدایت این مردم، راهنمایی مردم، کتاب فرستد، کتاب نازل کند، خب باید کتابی نازل کند که با زبان همین مردم باشد. واقعیت چگونه است؟ آیا ما زبانی داریم که یعنی بین تمام مردمای گیتی، لااقل در همون عصری قرن 5 میلادی 6 میلادی، مشترک بین تمام مردمای جهان باشد؟ یعنی همچنین زبانی داشتیم؟ نه، تا حالی نداریم. این هم که میگن امروز انگلیسی زبانی جهانی، خب این هم چنین هم نیست که همه انگلیسی دانند یا لاتینی دانند. درست؟ خب باید واقعیت این که این قرآن با یک زبانی بالاخره نازل شد. پیامبر برگزیده شد، بهترین انسان بود، خب عرب بود، خب با زبانی او نازل میشد، نه با زبانی مثلا فرض کنید فارسی یا روسی یا انگلیسی یا نیویسی. خب هیچ منافاتی ندارد یک دین دایره جهانی داشته باشد، برای همه مردم باشد، اما با یک زبانی خاص نازل شود. این هیچ با هم منافات ندارد، که در واقع خیلی تازه میبینیم که همچنین هم هست. وقتی اسلام به ایران و تاجیکستان و ماوراءالنهر آمد، کسی چنین اشکال نگرفت، یعنی رفتن زبانی عربی آموختند و از همه هم پیش قدم شدند در زبانی حتی ادبیات عربی. مشکل ندارد که. از همه مهم، اصلا این به دین اسلام اختصاص ندارد. بودا در یک مثلا روستای هندی متولد شده، درست؟ اما امروز دین او در مثلا چین و حتی تا این کلمیک و اینا گسترش دارد. اینها که نگفتند که این بودا چون هندویست ما نباید مثلا پیرو این دین باشیم. یا حضرت مسیح علیه السلام متولدی کجاست؟ متولدی فلسطین است، درست؟ معنی از نظر نژادی ملی کیست؟ یهودی است، از بنی اسرائیل است، درست؟ اما آیین حضرت مسیح امروز بیشتر در کجا گسترش دارد؟ غرب.